خب بچه‌ها رسیدیم به دایره مثلثاتی. الان قراره که دایره مثلثاتی یه جوری بهت درس بدم که با گوشت و پوست و استخونت درک کنی و در انتهای نیم ساعت آینده برای تو دهمی قراره یک تست کنکور 1403 رو با چیزی که تو همین 30 دقیقه آینده میخوام بگم حل کنیم. یعنی 30 دقیقه زمان بهت میدم، کامل بهت میگم، سوال امتحان نهاییشو کامل با هم حل میکنیم تو این 30 دقیقه. نه تنها به سوال امتحان نهایی بسنده نمیکنیم، بلکه این سوال کنکور 403 ای که از دایره مثلثاتی اومده بودم با هم حل میکنیم. نه 10 سال پیشو بیارم و همین امسال همین کنکور 4-5 ماه پیشو آوردم حل کنیم. پس با من باش بریم جلو. طبق روالی که تو کلاس داشتیم بچه‌ها، قبل از شروع یک مبحث من چیکار میکنم؟ میام یه مبحث از نهمتون واسهتون دوره میکنم. اینجا من همین کارو میکنم. آقا این مبحث نهم ما چیه که باید دوره بشه؟ بریم. محورهای مختصات. محور مختصات چیا بود آقا؟ یه محور مختصات داشتیم به اسم y. به این میگفتن y، به این میگفتن x. محور مختصات این بود دیگه. این y بود، این x بود. آقا y x رو چجوری حفظ کنم آقا جان؟ y یه خط راست داشت. خط راست این شکلی y بود. یادت رفته هیچ عیبی نداره. بعد نکته آقا، این محور عدد دیگه، مثل محور عددی که قبلش هم خونده بودیم یه دونه ای بود. میگفت آقا این مثلا یک، این دو، این سه، هر چی میومد به این سمت مثبت بود و کلا این سمت مثبت بود. از اون طرف میرفتیم این سمت، چه اتفاقی میافتاد بچه‌ها؟ منهای یک، منهای دو، منهای سه، هر چی میرفتیم این سمت چه؟ منفی میشد. پس می اومدیم این سمت مثبت میشد، میرفتیم اون سمت منفی میشد. محور وای هم دقیقا همین اتفاق واسش میفته. نکن این یک، این دو، این سه، هر چی داریم میریم بالا چه اتفاق میفته؟ داره مثبت میشه. از اون طرف هر چی میایم رو به پایینا منفی یک، منفی یک، الی آخر منفیه. پس میای رو به بالا وای مثبت، میری رو به پایین منفیه، میای رو به اینور ایکس مثبت، میری رو به اینور ایکس منفیه. چه اتفاقی میفته؟ بیا اینجا یه نقطه رندوم بهت بگم. آقا بیا قبلش برات بکشم. چی بود آقا؟ وقتی می اومدیم رو به بالا محور وای این بود، ایکس این بود. می اومدیم اینجا، می اومدی رو به اینور، چه اتفاقی میافتاد؟ ایکس چی میشد؟ مثبت میشد. ایکس رو میرفتی در جهت عکس اینور، منفی میشد. حالا x رو میگیم y چی؟ y می اومد رو به بالا، می اومد مثبت بود، می اومد رو به پایین منفی بود. همین الان گفتیم، صحبت کردیم. یه نقطه رندوم من میخوام بهت بدم. نقطه A رو من اینجا بهت میدم. نقطه A، نقطه A یه x داره یه y داره. xش میاد اینجا، اسمش میشه x A. yش چی میشه؟ میشه y A. گفتیم دیگه این محور y هاست، این محور x هاست. خب x A الان مثبت یا منفیه؟ بچه‌ها همه جواب بدن مثبت یا منفیه؟ مثبت یا منفیه؟ مثبت. آفرین، مثبت. چرا؟ چون گفتیم میایم رو به اینور، از اینجا میایم رو به اینور، تو جهت مثبتاییم. پس اینور x ما مثبت. y ما چی؟ وای ما مثبت یا منفی؟ همه جواب بدن، همه بگن. آفرین رضا، آفرین محمد. خب مثبت اومده رو بالا، بازم مثبت. حالا بریم سراغ بعدی. یه نقطه دیگه میخوام بهت بدم. اینجا این دفعه نقطه میدم، اسمش هم میذارم B. اسمش هم گذاشتم B. این B ما یه X B داره که روی محور X هاست، یه y b داره که روی محور y هاست. اوکی. خب آقا x b ما مثبت یا منفیه؟ همه گفتیم میایم این سمت محور x ما میره سمت منفیا. منفی الان این سمت محوره، پس x ما منفیه. وای ما چیه اینجا؟ وای ما اینجا هنوز رو به بالا مثبته. وای ما مثبت. خب پس این اتفاق افتاد. نقطه بعدی رو میخوام بهت بدم، دقت کن. نقطه بعدی اسمش چیه؟ C.
خب یه x داره یه y داره، این محور x ها بود این محور y ها بود. xش چیه؟ xش اینجا هست x c، yش هست y c. xش مثبته یا منفیه؟ چون همه جواب بدن. x مثبته یا منفیه؟ x اومده این ور محور y، گفتیم این ور منفیه پس x اینجا منفیه. y چی؟ y اومده پایین محور منفیه. بچه ها اینا مرور نهمتونه، اگه یادتون رفته هیچ عیبی نداره، داره الان مرور میشه. خب اگرم یادتون رفته هیچ عیبی نداره، یادتون هم نرفته داره تحکیم میشه. ببینید چه چیزهایی با مثلثات اینو براتون خواهم گفت. پس حواستون رو جمع کنید. دی 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 چیه؟ دی چی بود؟ دی نقطه است. یه نقطه دی داریم. ایکسش میاد رو محور ایکس ها، ایکس دی. وایش میاد رو محور وای ها، میشه وای دی. اینم محور وای ها. حالا یک سوال، ایکس این مثبت یا منفیه؟ من نمیگم، زود 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 همه بگن همه بگن همه بگن همه بگن. آفرین آفرین زهرا، مثبت میترا. چرا؟ چون اومده رو به این ور، این ور گفتیم مثبته. وای اومده رو به پایین، وای منفیه، وای منفی میشه. تموم شد. محورهای مختصات رو از نهم مرور کردیم. بریم یک جمع‌بندی از محورهای مختصات بکنیم. گفتیم این هستش، بذارید، گفتیم این هستش محور وای ها، این هست محور ایکس ها. اوکی. ایکس اسم ناحیه ها قبلش ها. این ناحیه اوله، ناحیه دوم، ناحیه سوم، ناحیه چهارم. مرور. ناحیه اول، ناحیه دوم، ناحیه سوم، ناحیه چهارم. ناحیه اول، ناحیه دوم، ناحیه سوم، ناحیه چهارم. پس نوع حرکت ما تو ناحیه ها این شکلیه. میایم این سمت، بعد یه سوت میزنیم میایم پایین، بعد اینجوری میایم اینجا. پس ناحیه ها این شکلیه. این شکلی. خب 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 حالا یک سوال، x در ناحیه اول، فرض کن یک نقطه رندومی داریم، x در ناحیه اول مثبت است یا منفی است؟ برای اینکه اینو تصور کنی یک نقطه در ناحیه اول که اینجا بود در نظر بگیر. مثل xش چی بود؟ مثبت بود. yش چی بود؟ مثبت بود. پس تو ناحیه اول هم x ما بزرگتر از صفره یا مثبته، هم y ما مثبته. تو ناحیه دوم من x و y رو بنویسم، x و y رو میخوایم ببینیم کجاها مثبت کجاها منفی. این x این y. خب x اینجا مثبت بود، y چی؟ y هم مثبت بود. بله y هم مثبت بود. دیدیم یه نقطه رندوم گذاشتیم اینجا، x گفتیم مثبت، گفتیم میایم به این سمت، x مثبت، میریم رو به بالا، y مثبت. پس هم x هم y برای هر نقطه تو اینجاها مثبت. مورد بعدی، ناحیه دوم، x ما مثبت یا منفیه؟ منفیه. چرا؟ چون x اومده این قسمت، محور x هاست دیگه، از اینجا اومده این قسمت، پس میشه منفی. y چی؟ y مثبت یا منفیه؟ y هنوز بالا. چیا گفتیم؟ گفتیم وقتی میاد بالا y مثبته، y مثبت، x مثبت، x منفیه وقتی میره اونور، y مثبت وقتی میاد بالا، x وقتی میره اونور منفیه. میاد اینجا y اینجا مثبت رو به بالا مثبت. ناحیه اول، ناحیه دوم، ناحیه سوم، x مثبت یا منفیه؟ x این وره، گفتیم x این ور باشه چی میشه؟ منفیه. پس x چی میشه؟ منفی میشه. y چی؟ y الان تو این نقطه اومده پایین میاد منفیه، در نتیجه پایین اومده و منفی شده. x چی؟ x اومده این ور، x الان این وره، رو به چیه؟ رو به مثبت هاست. خب رو به مثبت هاست، مثبته. y چی؟ y هنوز پایینه، پس منفیه. 4 تا x و y برات
تعیین کردم. پس نهم دستگاه مختصاتی رو اینجا با هم مرور کردیم، پروندهش رو میبندم. فصل بعد، 2 فصل بعد، 3 فصل بعد برخوردیم به دستگاه مختصات، کار داشتیم، بهت میگم فصل 2 مرور کردم. اگر یاد رفته باید بری نگاش کنی، اگر نمیدونی چیه باید بریم اونو نگاه کنی. هرچند برای تعیین علامت دوباره هم مرور میکنیم. خب اما نه به این شکل، یه مقداری فرق داره. حالا توی مثلثات ما چی داد؟ 2 تا نسبت اصلی داشتیم. یکی نسبت سینوس، اوکی، برای یک زاویه. یکی نسبت کوسینوس، سینوس و کوسینوس. خب حالا آقا من یک نقطه قبل از هر چیزی، این هم دقیقاً مثل محور مختصات یه محور کوسینوس داره، یه محور سینوس داره. محور سینوس اینجاست، محور کوسینوس اینجاست. اگه یادت رفت قاطی کردی نمیدونستی سینوس کدومه کوسینوس کدومه، بگو سینوس یه آی داره، آی مثل خط راسته. سینوس یه آی داره، آی مثل خط راسته. پس این میشه سینوس. پس یه نقطه من اگر اینجا در نظر بگیرم مثل آ، عین همون محور مختصات، این نقطه به من یه کوسینوس ایکس میده، کوسینوس ببخشید آ میده، دقیقا عین همون. یک سینوس آ میده، دقیقا عین همونه، دقیقا عین همونه. یه کوسینوس میده، یه سینوس. سینوس رو چجوری بفهمیم محور رو قاطی نکنیم؟ سینوس آی داره، یه خط صاف، عین یه خط صاف. پس این میشه محور سینوس، این میشه محور کوسینوس. خب حالا باز دوباره 4 تا نقطه میخوام بهتون بدم. نقطه اول آ، نقطه آ همونی که اون بالا دادم. سینوسش، سینوس چی بود؟ سینوس محور این بود. گفتیم سینوس آی داره، آی مثل یه خط صافه، پس این میشه محور سینوسا. این محور کوسینوساست. آ، نقطه آ یه کوسینوس آ داره، یه سینوس آ داره. یک سوال، الان سینوس آ مثبت یا منفیه؟ عین محور مختصاته، عین محور مختصاته، دقیقاً کپی پیست همونه. میای رو به بالا داری میری به سمت مثبت ها، عین همون. میای رو به پایین میشه منفی ها. میای اینور میشه مثبت ها، میای اینور میشه منفی ها. عین همونه. کوسینوس اینور مثبت محور کوسینوس ها بود، کوسینوس اینور منفیه. سینوس بالا مثبت، سینوس پایین منفیه. تموم شده رفت. خب این سینوس ها. حالا یه سوال، سینوس آ مثبت است یا منفی است؟ در بالا مثبته، پس سینوس آ مثبت. کوسینوس آ این وره مثبت یا منفیه؟ کوسینوس آ مثبت. مثبت. بریم سراغ نقطه بعدی. نقطه بی. دقت کن. نقطه بی. سینوس بی، کوسینوس بی. اوکی. سینوس اصلا کدوم محور بود؟ این محور سینوسا بود. گفتیم سینوس آی داره مثل یه خط صافه، پس این میشه محور سینوسا. اینم کوسینوسا پس میشه. یه سوال، سینوس مثبت یا منفیه؟ سینوس هم مثبت یا منفیه؟ بالای اینجاست. گفتیم بالا سینوس مثبته، بالا سینوس مثبته، پس سینوس بی مثبته. کوسینوس بی همه بگن مثبت یا منفیه؟ مثبت یا منفیه؟ همه بگن مثبت یا منفیه؟ آفرین بچه‌ها، منفیه. کوسینوس اومده این ور، منفیه.
منفی شد. حالا بیاید بریم پایین تر. چرا زیاد رفتیم پایین؟ خب نگاه کن، ناحیه همونجا میایم پایین، یه نقطه انتخاب میکنم به اسم C. نقطه C بازور اولین گام محور رو مشخص میکنم. این محور کوسینوسا بود، این محور سینوسا بود. گفتیم چرا این سینوسه؟ گفتیم آی داره، آی مثل یه خط این شکلی عموده. اوکی، بعد میاد اینجا، این میشه چی؟ این میشه کوسینوس سی، این هم میشه سینوس سی. حالا سوال، سینوس و کوسینوس الان علامتشون چیه؟ سینوس سی اومده پایین، سینوس سی اومده پایین، علامتش منفی سینوس. چون اومده پایین علامتش منفی سینوس. کوسینوس هم رفته اونور، زمانی که کوسینوس میرفت اونور علامتش منفی بود. چی بود؟ منفی بود. خب جفتشون منفی شد. حالا بریم سراغ نقطه چهارم. اول محور رو مشخص میکنیم. این محور سینوسا بود، گفتیم یه آی داره مثل خط صاف و مستقیمه. کوسینوسا محورشون اینه. خب نقطه دی اینجاست، این میشه کوسینوس دی، این میشه سینوس دی. اوکی، کوسینوس دی مثبت یا منفی؟ همه جواب بدن. میترا، پانیز، آفرین به بچه‌ها. دی اینجاست ولی کوسینوسش اومده رو به این ور، کوسینوسش اینجا هاست. کوسینوس اینجاها مثبته. با رنگ قرمز نشون بدیم، مثبته. سینوس اینجا چی؟ سینوس مثبت یا منفیه؟ سینوس اومده رو به پایین، پایین منفی بود. سینوس اینجا منفیه. تموم شد. کل دایره مثلثاتی تموم شد. همینجاست، همینا بود، همین 4 تا بود که گفتم. بقیه‌اش فقط همینا رو جینگول می‌کنیم. همین 4 تا نکته رو تو فهمیده باشید تا الان اوکی. بیا جمع‌بندی کنیم نکاتمون رو. کل دایره رو تموم کردیم. همین الان تو 5 دقیقه واسه تموم کردم. نگاه کن، یه محور داشتیم، محور سینوس که گفتیم چرا این سینوسه؟ چون این آیش مثل اینه. خب یه محور کوسینوس. حالا اوکی، میخوام مثل همون محور مختصات که اینجا جمع بندی کردیم اینجا هم جمع بندی کنم واسهتون. خب سینوس آلفا، سینوس توی اینجا، سینوس توی اینجا، سینوس توی اینجا و سینوس توی اینجا رو علامتاشون رو میخوایم بگیم. و بعدش هم کوسینوس اینجا، کوسینوس اینجا، کوسینوس اینجا و کوسینوس اینجا. چه ناحیه اول سینوس مثبت بود یا منفی بود؟ سینوس مثبت بود یا منفی بود؟ مثبت بود. کوسینوس مثبت بود یا منفی بود؟ مثبت بود. از کجا دارم میگم؟ آقا یه نقطه رندوم اینجا گذاشتم. کوسینوسش اومده این ور مثبته، سینوسش اومده رو بالا مثبت، پس تو ناحیه اول سینوس کوسینوس مثبت بوده. تموم شد. تو ناحیه دوم سینوس و کوسینوس علامتشون چطور بود؟ یه نقطه رندوم، نقطه بی، سینوس بالاه، پس مثبت علامت سینوس. کوسینوس اومده این ور منفیه، پس سینوس اومده رو به بالا مثبت، کوسینوس اومده این ور منفیه. خب سینوس مثبت، کوسینوس منفی. ناحیه سوم یه نقطه رندوم اینجا، نقطه چی بود بچه‌ها؟ نقطه سیمون بود. سینوس و کوسینوس هر دو اینجا منفی هستند. چرا؟ چون کوسینوس اومده این ور، سینوس هم اومده پایین.
هر جفتشون منفی شدن. چرا؟ چون تو ناحیه سوم هم کوسینوس اومده این و هم سینوس اومده پایین. هر نقطه‌ای بگیری در نتیجه علامت هر دو سینوس و کوسینوس منفیه. خب این ناحیه چهارم چی؟ یه نقطه رندوم، نقطه دی بود. نقطه دی کوسینوس اومده اینور مثبت، سینوس اومده پایین منفیه. کوسینوس اومده اینور مثبت، سینوس اومده پایین منفیه. ناحیه چهارم رو بریم بررسی کنیم. ناحیه چهارم یه نقطه مثلا اینجا، کوسینوسش اینجا هست مثبته، سینوسش اینجا هست منفیه. تموم شد. کل دایره مثلثاتی همینه. سینوس و کوسینوس اینجا مثبته، بعد میاد اینور محور کوسینوس ها این ورش منفی بود، منفی شد کوسینوس، بعد اومد پایین. کوسینوس که منفی هست اینجا، چون اومده اینور. سینوس هم اومده پایین منفی میشه، بعد میاد اینور میگه آقا کوسینوس اینور بیاد مثبته، اما سینوس همچنان پایین منفیه. تموم شد. همش همینه. همش همینه. همین بود. تموم شد. الان دیگه بقیهش جینگول بازیه. بریم قسمت قبلی که تا الان یاد گرفتیم. میخوام زاویه 30 درجه رو بتونیم اصلا چجوری روی این دایره قرار نشون بدیم. بقیهش که جینگوله. از اینجا به اندازه 30 درجه حرکت میکنیم. نقطه صفر. به اندازه 30 درجه حرکت میکنیم. این دایره چه ویژگی داره؟ یه دایره‌ای هست که شعاعش یکه. شعاع این دایره چقدر بچه‌ها؟ یک. از اینجا به اندازه 30 درجه حرکت کردیم، اینو به اینجا وصل میکنم. اوکی. این دایره که شعاعش یکه، مرکزش که او هم باشه دقیقا رأس دوتا محور مختصات. خب 30 درجه یه سینوس داره یه کوسینوس. محور رو اول رسم میکنیم. این محور سینوس ها بود. از کجا میگیم؟ آی مثل این خط هست اینجوریه، کوسینوس اینجاست. خب دقیقاً عین محور مختصات که ایکس و وای داشت. میکشم اینجا. این میشه کوسینوس 30 درجه. تموم شد. این هم میشه سینوس 30 درجه. سینوس 30 درجه بچه‌ها با هم خوندیم چند بود؟ 1/2. کوسینوس 30 درجه بچه‌ها با هم خوندیم چند بود؟ رادیکال 3/2. جلسه قبل خوندیم. خب پس آقا زاویه رو میخوان نشونه از این نقطه رو میگیرن 0. خب این نقطه رو میگیرن 0. 30 درجه میان بالا. شعاع دایره 1. بریم 45 درجه رو نشون بدیم آقا. از این نقطه 0 به اندازه 45 درجه میاد رو به بالا. این چنده؟ 45. بعد میاد اینو به اینجا وصل میکنه به مرکزش که اوه. خب اینجا میشه 45 درجه. یه دونه او مشخص نکردیم. این محور چیه بچه‌ها؟ سینوس. آی مثل این مستقیم. کوسینوس. خب اینم اینجا سینوس و کوسینوس مشخصن. این میشه کوسینوس 45 درجه. اینم میشه سینوس 45 درجه. عین محور مختصات. از این نقطه صفر به اندازه اون درجه که گفته میای این و میای رو به بالا، بعد از اینو وصل میکنی. این میشه سینوس، این میشه کوسینوسش، این میشه سینوسش. تموم شد. پس سینوسش هم سینوس 45 هم جلسه پیش گفتیم رادیکال 2/2. کوسینوس 45 هم جلسه پیش گفتیم میشه رادیکال 2/2. تموم شد. همیناست. حالا برای 60 درجه هم رسمش کنیم. 60 هم خوبه دیگه. از نقطه 0 به اندازه 60 درجه میام بالا اینجوری مثلا. میام اینجا. این میشه 60. این میشه زاویه 60 درجه.
محور رو مشخص نکردیم. باز کوسینوس، این محور کوسینوسه، این محور سینوسه. گفتیم چرا این سینوسه؟ چون آیش مثل یه خط صاف اینجوری. خب این شکلی. این میشه چی؟ کوسینوس 60 مثل محور مختصات. این میشه چی؟ سینوس 60. کوسینوس 60 درجه بچه چند بود؟ 1/2. سینوسش چند بود؟ رادیکال 3/2. تموم شد. همینه. کل دایره مثلثاتی همون قسمتی بود که بهتون گفتم. یه چیزی نداره. فقط دارم بهتون یاد بدم زاویه رو چجوری مشخص کنیم. حالا زاویه 90 درجه رو من چجوری مشخص کنم؟ 90 درجه مشخصه دیگه. از نقطه 0 میخوای شروع کنی، این بر این عموده، پس 90 درجه است. از اینجا شروع کنیم بیا اینجا، میشه 90 درجه. محورها چی بودن؟ سینوس آی داره، عمود این شکلی، این کوسینوسه. خب 90 درجه. سینوس 90 درجه چنده بچه ها؟ گفتیم شعاع این دایره دقیقاً 1. پس سینوس 90 دقیقاً 1. کوسینوسش چنده؟ کوسینوسش دقیقاً همینه. کوسینوس گفتیم یه دونه، ببین مثلا یه زاویه رندوم اینجا بود، چی میگفتیم؟ میگفتیم سایش اینجا، کوسینوس دیگه، این سایش اینجا دقیقاً نقطه 0. پس کوسینوس 90 درجه 0. دایره مثلثاتی تموم شد همینجا. یه چیزی نداره بخوام بگم تا برسیم به سوال کنکور. سوال کنکور اصلا ببینیم میپوچیم. حالا دقت کن. میخوایم بریم دنباله های حسابی رو یه مرور کنیم. گرلو دادم دیگه. این دنباله چه دنباله بچه ها؟ همه جواب بدن. کدوم دنباله است؟ چه دنباله؟ چه دنباله این؟ دنباله حسابیه. اختلاف مشترک اینا چنده؟ مثبت 90 مثبت 90 مثبت 90 مثبت 90. داره هر سری 90 تا به هر کدوم اضافه میشه. این شکلیه. 0 90 180 270 360. 0 90 180 270 360. 0 90 180 270 360. 90 تا 90 تا داره اضافه میشه. یه زاویه 90 درجه چه شکلی بود؟ یه زاویه 0 رو در نظر بگیرم، هیچی نبود. زاویه 90 درجه چه شکلیه؟ این شکلیه دیگه. یه زاویه 90 درجه است. یه خط، دو تا خطن که بر هم عمود شد. 180 90 تا گفتیم بهش اضافه شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا جان این شکلی بوده. یه 90 تا اینجا بوده، بعد یه 90 تا دیگه اینجا اضافه شد. اوکی. 270 گفتیم یه 90 تا دیگه اینجا اضافه میشه. میشه اینجوری. یه 90 تا، دو تا 90 تا، سومی 90 کجا اضافه میشه؟ اینو امتداد میرم، میشه 3 تا 90 تا. 3 تا 90 درجه. از 270 به 360 هم باز 90 تا اضافه میشه. یعنی چی؟ یعنی این که آقا جان اینو که داشتیم 90 بود، اینو که داشتیم 180 بود، اینو که داشتیم شد 270 تا، این هم اضافه میشه 360 تا. پس 90 درجه 4 تا 90 درجه کنار هم میشه این شکلی. یه دونه 90 درجه میشه این، دو تا 90 درجه کنار هم میشه 180 درجه این شکلی، سه تا 90 درجه کنار هم میشه 270 درجه این شکلی، 4 تاش میشه این شکلی. خب بسیار عالی. پس رو دایره مثلثاتی هم همینه. دایره مثلثاتی هم دقیقا همینه. یه 0 داره، یه 90 داره. خب 90 تا اضافه شد دیگه اینجوری. یه 180 داره، یه 270 داره، یه 360 داره. چجوری شد؟ اینجوری. یه 90 تا اینجا
بعد یه 90 تا اینجا اضافه شد. پس از 0 اومد 90، یه 90 تا داره. بعد از 90 رفت رو 180، 2 تا 90 تا داره. بعد از 180 اومد تو رو 270، 3 تا 90 تا کنار همن. 4 تا 90 تا میشه این. پس 90 180 270 360. 0 90 180 270 360. 0 90 180 270 360. داستان این 4 تا زاویه حیاتی همینه. حالا علامت سینوس و کوسینوس اینا چنده؟ مورد اول، آقا اولین گام تعیین محورهای ماست. گفتیم این محور سینوسه. چرا؟ چون گفتیم آیش مثل این خط هست. این محور کوسینوس میشه. زاویه 0 گفتیم کجا میشه؟ اینجا. زاویه 90 گفتیم کجا میشه؟ اینجا. یه 90 درجه است دیگه. زاویه بذار پاکش کنیم. زاویه 0 اینجا میشه. زاویه 90 درجه یه دونه 90 درجه میشه اینجا. یعنی از اینجا 90 درجه حرکت کرده اومده اینجا. این میشه 90. یه 90 درجه دیگه قرار اضافه بشه میشه اینجا 180. یه 90 درجه اینجا قرار اضافه بشه 270. یه 90 درجه دیگه قرار اینجا اضافه بشه میشه 360. 0 رو اینجا بنویسیم. خب 360 یعنی 0 90 180 270 360. اوکی. دایره ای که داریم گفتیم شعاعش چنده بچه‌ها؟ 1 1. شعاع این 1. شعاع این 1. همه اینا 1. همه اینا 1. شعاعش 1. اوکی. سینوس زاویه 0 درجه. زاویه 0 درجه کجا بود؟ اینجا بود. سینوسش چنده؟ 0. محور سینوس ها رو تو نقطه 0 قطع میکنه. کوسینوسش چنده؟ کوسینوسش هستش 1. چون دقیقاً زاویه 0 محور کوسینوس ها رو تو نقطه 1 قطع میکنه. دقت کنید دیگه شعاعش 1. یه دونه اومده اینور. 1 قطع میکنه. 90 درجه سینوسش چنده بچه‌ها؟ 1. چون 90 درجه اومده بالا. سینوسش چنده؟ 1. یه دونه فاصله داره. 0 کوسینوسشه. 180 درجه به همین صورت. سینوسش 0. کوسینوسش یه دونه اومده اینور. اینور میدونیم بیاد اینور کوسینوس چی میشه؟ منفی میشه. کوسینوس اینور مثبت بود، میاد اینور منفی میشه. پس میشه منفی 1. 1 هست ولی یه منفی میگیره. چرا؟ چون اونور منفیه. 207. سینوسش چنده؟ سینوس 1 ولی منفی اومده. پس میشه منفی 1. کوسینوس 0. 360 درجه همون 0. چون عملا برگشتیم رو خودش. در طرف میگه 360 درجه تغییر کردی یعنی برگشت سر جات. 180 درجه یعنی از این ور رفتی اون ور. از مثبت 1 رفتی منفی 1. ولی 360 یعنی برگشت سر جاش. یعنی 0 همون 360 بین 0 و 1. حالا در مورد تانژانت کوتانژانت چی میشه گفت؟ جلسه قبل تانژانت و کوتانژانت در اصل هستند. تانژانت آلفا هست سینوس کوسینوس. کوتانژانت آلفا هستش کوسینوس آلفا تقسیم بر سینوس آلفا. یعنی معکوس همن، معکوس هم دیگه. تانژانت 0 درجه سینوس تقسیم بر کوسینوس 0 تقسیم بر 1. تو صورت اگه 0 داشته باشیم 0. کوتانژانت کوسینوس تقسیم بر سینوس 1 تقسیم بر 0. کوسینوس کوتانژانت کوسینوس تقسیم بر سینوس. سینوسش 0. پس اصلا وجود نداره، میشه تعریف نشده. چرا؟ چون کوسینوس تقسیم بر سینوس مگه نمیشه تانژانت. کوسینوس که 1. اوکی. سینوس 0. سینوس 0 یعنی چی؟ اصلا عدد رو میتونیم تقسیم بر 0 کنیم؟ نه.
پس تعریف نشده. تنون یعنی تعریف نشده. تانژانت 90 درجه، سینوس تقسیم بر کوسینوس. تانژانت بود، سینوس تقسیم بر کوسینوس. کوسینوس صفره، تو مخرج نمیتونیم صفر داشته باشیم که میشه تعریف نشده. کوتانژانت میشه چی بچه‌ها؟ کوتانژانت میشه صفر. باز چرا؟ کوسینوس تقسیم بر سینوس. کوسینوس صفر تقسیم بر یک میشه صفر. به همین ترتیب. 180 سینوس تقسیم بر کوسینوس. تانژانت میشه سینوس تقسیم بر کوسینوس. سینوس صفر تقسیم صفر تو صورت باشه کلا صفر میشه. کوتانژانت باز دوباره تعریف نشده است. چرا؟ چون کوسینوس تقسیم بر سینوس میشه کوتانژانت دیگه. کوسینوس تقسیم بر سینوس منهای یک تقسیم بر صفر میشه، باز وجود نداره، تو مخرج نمیتونی صفر بزنی. 270 عین 90 تعریف نشده و صفر. 360 هم که همون صفره، صفر و تعریف نشده. این 4 تا رابطه اساسی هستند. زاویه 0، 90، 180، 270 و 360. این 4 تا زاویه اساسی هستند واسه ما، چون همه مثلثات ما رو همین تا آخر 12 بنا میشه و بعد از اون میرین توی دانشگاه اگر رشتهتون فنی مهندسی باشه و اگر وارد هوش مصنوعی بشین، پیش بینی بازارهای مالی بر اساس سری‌های فوریه است که بیسش همین تناوب‌های مثلثاتی، یعنی هوش مصنوعی بر اساس اینا میاد بازارها رو پیش بینی میکنه. اوکی. یه بار دیگه مرور. محور مختصات سینوس این بود، چون آی یه خط صاف و مستقیمه. کوسینوس این بود. اوکی. این زاویه 0 درجه بود. زاویه 0 درجه. این میاد بالا میشه زاویه 90 درجه. میاد این ور میشه زاویه 180 درجه. میاد پایین میشه زاویه 270 درجه. میاد اینجا میشه زاویه 360 درجه. پس 0، 90، 180، 270، 360. 0، 90، 180، 270، 360. 4 تا زاویه هم مشخص شد. یه نکته ای، ناحیه اول مگه اینجا نبود؟ بهش میگفتیم ناحیه اول. پس زاویه ما، هر زاویه چی بود؟ گفتیم منزه آلفا تا بیا بالا دیگه. آلفا بین زاویه 0 درجه باشه تا 90 درجه تو ناحیه اول قرار داریم. تو ادامه دیگه چی می‌بینیم؟ اگر آلفای ما بین 90 درجه و 180 درجه باشه یعنی چی؟ یعنی زاویت از اینجا شروع کرد به حرکت کردن، اومد اینجا ایستاد، این شد آلفات. بین 90 و 180 تو ناحیه دوم هستیم. ناحیه دوم بین 90 و 180. زاویه‌ای که بزرگتر از 90 و کوچکتر از 180 میشه ناحیه دوم. خب ناحیه سوم بیا اینجا، باز میشه آلفا. از 0 شروع کرده اومده اینجا. بین کدوم دوتا زاویه است ناحیه سوم؟ بین 180 درجه و 270 درجه. اگر زاویه آلفا ما بین 180 درجه باشه تا 270 درجه تو ناحیه سوم. ناحیه اول، ناحیه دوم، ناحیه سوم، ناحیه چهارم. 4 تا ناحیه رو همین چند دقیقه پیش با هم صحبت کردیم راجبش. و در نهایت ناحیه چهارم از 270 درجه شروع میشه تا 360. یعنی زاویه اینجوری مثلا هست. این شده آلفا شما. آلفا بود بین 270 تا 360. چه اتفاقی میفته؟ اومد اینجا، تمام شد. پس اصلا تمامه. خب ناحیه اول 0 تا 90، 0 تا 90 درجه ناحیه اول. 90 تا 180 ناحیه دومه. 180 تا 270 ناحیه سومه. 270 تا 360 ناحیه چهارمه.
ناحیه ها رو یاد گرفتین. سوال امتحان نهایی، سوال امتحان نهایی براتون آوردم. مشخص کنید انتهای کمان مربوط به هر یک از زاویه های زیر در کدام یک از نواحی چهارگانه قرار میگیرد. 0 تا 90 میشد ناحیه یک. 90 تا 180 اینجا میشد ناحیه دوم. پس این شد ناحیه 1، این شد ناحیه 2، 90 تا 180، 180 تا 270 میشه ناحیه 3، 270 تا 360 میشه ناحیه 4. تمام. همین. 30 درجه بین کدوماست؟ 30 درجه بین کدوماست؟ میام اینجا 30 درجه هستش آلفا که همون 30 بین 0 تا 90 درجه. در نتیجه تو کدوم ناحیه است؟ 0 تا 90 درجه تو ناحیه 1. بعدی زاویه 65 درجه تو کدوم ناحیه است؟ از 0 که بزرگتره ولی از 90 بزرگتره؟ نه، از 90 کوچیکتره. تو کدوم ناحیه قرار میگیره؟ ناحیه اول. بعدی بریم یه خورده پایین‌تر. خب بعدی 182 درجه از 180 ما بزرگتره، یعنی از 180 بزرگتره، از 270 اما کوچیکتره. تو کدوم ناحیه قرار میگیره؟ 3. اوکی. بریم سراغ آخری. 95 درجه از 90 بزرگتره، از 180 کوچیکتره. کدوم ناحیه از 90 بزرگتر از 180 کوچیکتره؟ ناحیه 2. تمام. همین. کل مثلثات همین است. مشخص کنید انتهای کمان مربوط به هر یک از زاویه‌های زیر در کدام نواحی چهارگانه قرار می‌گیرد. این سوال امتحان نهایی ها داریم حلش می‌کنیم. 270. آقا 270 که خودش لب مرزه، چون اینجا شروع می‌کردیم 0، بعد اینجا میشد 90، اینجا میشد 180، اینجا میشد 270، اینجا هم میشد 360. کتاب درسی شما 270 گرفته ناحیه سوم، پس شما هم بگید ناحیه سومه. همه میگن کتاب درسی گفته ناحیه سوم، شما هم بگید ناحیه سوم 270. لب مرزا رو اینجوری گرفته. اما لب مرز بهتون نمیدن، نمیخوان اذیتتون کنن. این 270 تو کتاب درسیتون اومده بوده. خب ناحیه اول شد، ناحیه دوم، ناحیه سوم. ناحیه اول 0 تا 90، ناحیه دوم 90 تا 180، ناحیه سوم 180 تا 270 و ناحیه چهارم 270 تا 360. 270 تا 360. بریم 270 تا 360. این ناحیه سوم کتاب گفته. 225 از چی بزرگتره؟ 0 90 180. از 180 هم بزرگتره، پس میشه 180 بزرگتره. 225 از 270 کوچکتره، پس از 180 بزرگتر، از 270 کوچکتر، میشه ناحیه سوم. 180 بزرگتر، 270 کوچکتر، ناحیه سوم. بعدی 135 از 90 درجه بزرگتره، 135 از 180 درجه کوچکتره، از 90 درجه بزرگتره، از 180 کوچکتره، ناحیه دوم. 90 بزرگتر، 180 کوچکتر، ناحیه دوم. خب آخری با رنگ دیگه حل کنیم. 185 از 180 بزرگتره، از 270 کوچکتره، از 180 بزرگتر، از 270 کوچکتر، میشه ناحیه سوم. پس ناحیه ها رو یاد گرفتیم. زاویه بین 0 تا 90 بود تو ناحیه اوله، بین 90 تا 180 بود زاویه دومه، زاویه بین 180 تا 270 بود بین ناحیه سومه، 270 تا 360 ناحیه چهارمه، 0 تا 90 ناحیه 1، 90 تا 180 ناحیه 2، 180 تا 270 ناحیه 3، 270 تا 360 ناحیه 4. اوکی. بریم
میگه علامت هر یک از نسبت‌های مثلثی زاویه 175 را مشخص کنید. 175 سوال امتحان نهایی بوده. 175 دقت کن، سوال نهاییت بوده. علامتشو خواسته، عدد نخواسته. آقا 175 ما نخوندیم، علامت خواسته. خانم عزیز، آقای عزیز، علامت خواسته، نگفته نسبتشو بگو. اولین گام تعیین محورا. این محور سینوس ماست چون آی مثل یه خط صافه. این محور کوسینوس ماست. اوکی؟ 175 زاویه های اساسی رو اینجا نام شماره گذاری میکنیم. زاویه 0، زاویه 90، زاویه 180، زاویه 270 و زاویه 360. اوکی. 175 درجه از 90 درجه بزرگتره. 175 اما از 180 کوچیک‌تره. زاویه‌شو بخوام تعیین کنم یه جاهایی تو ناحیه دوم میشه دیگه، فقط هم علامتشو خواسته. فرض کن این باشه، این باشه 175 درجه. اوکی، این نقطه میشه 175 درجه. یه سینوس داره، یه کوسینوس. یه سینوس داره، یه کوسینوس. این میشه کوسینوس 175. این میشه سینوس 175. بذار با یه رنگ قرمز واسهتون بنویسم که سینوس کوسینوسش جدا از خود اندازه زاویه بشه. با رنگ قرمز. این میشه سینوس 175 درجه. این میشه کوسینوس 175 درجه. اوکی. سینوس اینجا چیه بچه؟ بالای محوره. بالای محوره. سینوس 175 علامتش چیه؟ سینوس 175 درجه. علامتش چیه؟ مساوی که نداریم. علامتشو فقط خواسته. علامتش چیه؟ مثبت. اوکی؟ مثبت. کوسینوس علامتش چیه اینجا بچه‌ها؟ کوسینوس 175. چرا سینوس مثبت شد؟ چون بالای محور گفتیم در جهت مثبت است. کوسینوس اومده اینور، اینور گفتیم منفی میاد. کوسینوس 175 منفی. حالا تو امتحان نهایی که نمیتونیم اینجوری به جلوش بنویسیم مثبت منفی، نمره نمیدن. پس اینا رو پاک میکنیم. عدد مثبت از 0 بزرگترن، عدد منفی هم از 0 کوچیکترن. پس مثبت اینجا و منفی اینجا یعنی همین. این بزرگتر از 0، این کوچیکتر از 0. همینه. کل مثلثات همین بود. دیدی؟ یاد گرفتی ناحیه ها رو، بهت گفتم یاد بگیری بفهمی سینوس کوسینوس کجا مثبت منفی ان تمومه. بهت گفتم اگر یاد بگیری از کجا شروع کنی تمام. سوال امتحان نهایی کنکور همشون همینن. تموم شد. الان داریم مثال حل می‌کنیم دیگه، تموم شد. آقا مابقی نسبت ها چی؟ تانژانت کوتانژانت. مورد اول تانژانت 175 مگه نمیشه سینوس 175 تقسیم بر کوسینوس 175؟ درسته؟ درسته. سینوس اینجا چیه؟ مثبت یا منفیه؟ مثبت. کوسینوس اینجا مثبت یا منفیه؟ منفیه. مثبت تقسیم بر منفی علامتش چی میشه؟ مثبت تقسیم بر منفی منفی میشه. پس در نهایت چیزی که من باید بنویسم اینه، کوچیکتر از 0. کوتانژانت هم دقیقاً همینه دیگه. کوتانژانت 175 علامتش همینه، علامتش عین تانژانت. چرا؟ چون فقط اینا معکوس میشن. این میشه کوسینوس 175 تقسیم بر سینوس 175. خب بالای کوسینوس منفیه، سینوس مثبته. این میشه
منفی. پس تانژانت کوتانژانت هم علامتن. پس اول سینوس کوسینوس رو به دست میاریم، بعد تانژانت کوتانژانت علامتش با توجه به سینوس و کوسینوس سریع به دست می آید. علامت هر یک از نسبت‌های مثلثاتی زاویه 300 درجه را مشخص کنید. دقیقاً این سوال قبل همونجوری باید حلش کنیم. اولین گام چیه؟ محورهای سینوس و کوسینوس رو مشخص می‌کنیم. این محور سینوسه چون آی مثل یه خط صاف و مستقیمه. این محور کوسینوسه. خب تو ادامه دیگه چیا داریم؟ سینوس 300 درجه. زاویه ها رو به ترتیب زاویه حساس 0، بعد 90 درجه میاد بالا، مثبت 90 دنباله حسابیه، بعد 90 تا به 90 اضافه میکنیم میشه 180، 90 تا به 180 اضافه میکنیم میشه 270، 90 تا به 270 اضافه میکنیم میشه 360. مثل دنباله حسابیه. خب گفته زاویه 300 درجه. 300 درجه 300 از 270 بزرگتره، از 360 کوچیکتره. میشه چی؟ یه جاهای اینجاها میشه، مهمم نیست. پس 300 درجه میشه این، میشه این. علامت سینوس کوسینوسش این میشه کوسینوس 300، اینم میشه سینوس 300. علامت کوسینوس تو ناحیه چهارمه. کوسینوس ما مثبته، میشه کوسینوس 300 مثبت. چرا؟ چون گفتیم کوسینوس میاد اینور مثبت میشه دیگه. کوسینوس میاد اینور مثبت میشه، بعد میره اونور منفی میشه. سینوس زمانی که میاد بالا مثبته ولی میره پایین منفیه. اصلا علامت ها رو بذار برات بذارم. این علامت رو به مثبت داره میاد، این داره رو به منفی میره، این داره رو به مثبت میاد، این داره رو به منفی میره. 4 تاشو دیگه تو همه دایره ها واسهتون میذارم. کوسینوس مثبته. سینوس چی؟ سینوسش منفیه چون تو قسمت منفی هست. سینوس 300 درجه منفیه. تانژانت کوتانژانت یکی مثبت یکی منفی. گفتیم آقا جان تانژانت هستش سینوس تقسیم بر کوسینوس. حالا سینوس کوسینوس ما داستانشون چیه؟ یکی مثبت یکی منفیه. مثبت تقسیم بر منفی تا فرق نداره، منفی بالایی پایینی مثبته، پس علامت کلی کوچیکتر از صفره، منفیه. کوتانژانت هم همینه، اونم منفیه. تموم شد. علامت هر یک از نسبت‌های مثلثاتی زاویه 235 درجه را مشخص کنید. گام اول بچه‌ها چی بود؟ 0 90 زاویه حساسی نه. گام اول محور کوسینوس و سینوس بود. گفتیم سینوس مثل آیه این شکلیه. اوکی؟ اوکیه؟ اوکی. 90 بعدش میاد اینجا 180 بعد 270 بعدش 360. اوکی. زاویه حساس هم مشخص کردیم. 235 از 180 بزرگتره. 235 از 270 ولی کوچیکتره. ناحیه اول بین 0 تا 90 بود. ناحیه دوم 90 تا 180 بود. ناحیه دوم 90 تا 180. 180 تا 270 ناحیه سوم. 270 تا 160 ناحیه چهارم بود. بین 180 تا 270 بین 180 تا 270. پس یه جاهای اینجا میشه ناحیه سوم مثلثاتی از اینجا میاد. حالا سینوس و کوسینوسش رو سریع باید به من بگین. سینوسش اومده پایین در جهت منفی ها، سریع دیگه باید به من بگین. این مثبت بود در جهت مثبت ها، این حرکت در جهت منفی است، این حرکت در جهت مثبت است، این حرکت در جهت منفی است. سینوس
235 درجه اومده در جهت منفیه داره حرکت میکنه، پس منفیه. کوسینوسش چی؟ کوسینوسش هم منفیه، چون اون سمت منفی است. دقت کنید هر جفتشون در جهت منفیان، هم سینوسش اومده پایین هم کوسینوسش رفته اونور. حالا تانژانت 235 مساوی هستش با سینوس تقسیم بر کوسینوس. سینوس که منفیه، کوسینوس هم که منفیه، هر جفتشون منفی بودن دیگه، کوچکتر از صفرن. پس منفی تقسیم بر منفی مثبت، منفی ضرب در منفی میشه مثبت دیگه، پس این مثبته. کوتانژانت هم 235 درجه باز مثبت. تمام شد. حالا یه سوال دارم بچه‌ها. حالا که مثالا رو دیدین، زاویه ها رو دیدیم، چیا رو تا الان خوندیم؟ آقا فهمیدیم تو ناحیه اول ناحیه ها چی هست؟ محور مختص سینوس کوسینوس چیه؟ ناحیه ها زاویه ها اینجوری تعیین میشن، این میشه 0، این میشه 90، ناحیه حساس 180، ناحیه حساس 270 درجه، ناحیه حساس 360 درجه، ناحیه حساس بین 0 تا 90 درجه زاویه تو ناحیه اول، بین 90 تا 180 درجه زاویه تو ناحیه دومه، بین 180 تا 270 درجه تو ناحیه سومه، بین 270 تا 360 درجه تو ناحیه چهارمه. کجاها سینوس مثبت بود؟ سینوس اولا بیا محورش رو مشخص کنیم. سینوس این بود دیگه، آی مثل خط صافه، کوسینوس هم این بود. سینوس کجاها مثبته؟ گفتیم آقا بالا بیاد مثبته، بره پایین منفیه. کجاها بالاست؟ از اینجا به بالا همش مثبت میشه دیگه. اما ناحیه رو از ما پرسیده، میشه ناحیه اول و ناحیه دوم. ناحیه اول و دومه دیگه. کجاها دیگه چیا میشه گفت؟ ناحیه ها نقطه های حساسش رو مشخص کن. 0 90 180 90 تا 90 تا داره اضافه میشه، 270 360. خب آلفا از 0 شروع میشه تا 180 میره. تو این بازه سینوس مثبت. گفته یه جای سینوس منفیه. داستان چیه؟ سینوس کجاها منفیه بچه؟ گام اول محور رو مشخص کن. سینوس کوسینوس. سینوس چرا این شد؟ چون آی مثل خط صاف مستقیم. خب نقاط حساس 0 90 180 270 و 360 درجه. اوکی. کجاها سینوس منفیه؟ گفتیم سینوس رو به بالا که میاد مثبت میشه، رو به پایین که میره منفی میشه. رو به این ور که میاد مثبت میشه کوسینوس رو به این ور مثبته، کوسینوس رو به این ور منفیه. حالا چی از ما خواسته؟ سینوس رو. پس یا رو به بالا رو باید چک کنیم یا رو به پایین رو باید چک کنیم. مورد اول از نظر ناحیه‌ای کجاست؟ ناحیه اول که اینه، دوم اینه، سوم اینه، چهارم اینه. کجاست این؟ کدوم ناحیه میشه؟ ناحیه 3 و 4. این جوابه. از نظر آلفایی بخواد ازمون بپرسه، میگیم آقا جان زاویه از 180 بزرگتر باشه و تا 360 بره سینوس ما منفیه، چون از 180 تا 360 همیشه پایین محوریم. حالا بریم کوسینوس کجاها مثبته؟ پرسیده کوسینوس کجاها مثبته. گام اول تعیین محورهای مختصات. سینوس اینه چون آی مثل خط عموده، کوسینوس هم اینه. حالا نقاط حساس 0 90 180 270 و 360. اوکی. کوسینوس گفتیم اگر بیاد این ور مثبت، بره
این ور حرکتش در راستای منفی است. خب اومدیم این ور. کوسینوس کجا مثبته؟ ناحیه ها رو هم شماره گذاری کنیم. 1 2 3 4. کوسینوس این ور مثبت، پس ناحیه 1 و 4 مثبت. ناحیه 1 و 4 مثبت. از نظر آلفایی کجا مثبت کوسینوس؟ 2 تا قسمت میشه. 0 تا 90 درجه مثبت. 270 تا 360 باز هم مثبته. پس جایی که کوسینوس مثبته 2 تا قسمت شد. 90 0 تا 90 بعد از اون طرف 270 تا 360 کوسینوس مثبت. بریم سراغ کوسینوس کجاها منفیه؟ طبق روال همیشه اول محورهای مختصات رو تعیین میکنیم. آی یه خط عموده. نقاط حساس 0 90 تا میاد بالا، 90 تا بهش اضافه میشه 180 180 با 90 تا میشه 270 باز 90 تا دیگه میشه 360. کوسینوس کجاها رو به مثبت بود؟ کوسینوس وقتی میومد اینور مثبت بود، وقتی میرفت اینور منفی بود. و سلام علیکم. حالا بر مبنای ناحیه‌ای، این ناحیه 1 بود، این ناحیه 2 بود، این ناحیه 3 بود، این ناحیه 4 بود. تو کوسینوس آلفا گفته کجا منفیه؟ ناحیه 2 و 3 منفیه. چرا؟ چون ناحیه 2 3 اومده اینور، اینور کلا منفیه. بکش خطو، اینجاها منفیه. حالا تو از نظر زاویه‌ای چی؟ از زاویه 90 درجه که شروع بکنیم تا زاویه 270 درجه پشت هم کوسینوس از اینجا هر زاویه‌ای بهش بدیم منفیه. تمام. خب نمیخواد حفظ کنید، اینا رو یاد بگیرید. تانژانت کجا مثبته؟ تانژانت کجا مثبته؟ ببینید تانژانت کوتانژانت میدونیم سینوس تقسیم بر کوسینوس هن دیگه. خب درسته؟ جایی که هر دوتا هم علامت باشن مثبته. توی این ناحیه اول هر دوتا مثبتن، تو ناحیه سوم هر دوتا منفی هن. پس تو این دوتا ناحیه است و کوتانژانت هم همینه قضیهش. حالا میریم اینو تو ادامه من تانژانت کوتانژانت رو به یه نحو دیگه‌ای بهتون خواهم گفت. الان نحو دیگه‌ش رو بهتون میگم. تو ناحیه اول چی شد بچه‌ها؟ گفتیم ناحیه اول این سینوس آلفا، این محور سینوسه، این محور کوسینوسه. ناحیه اول این بالاست. خب 0 تا 90 درجه است. سینوس در این بازه مثبته، کوسینوس در این بازه مثبته. تانژانت و کوتانژانت هم این دوتا هم دقیقاً تقسیم سینوس تقسیم بر کوسینوس هستند دیگه. وقتی جفت علامت ها اینا مثبته این دوتا هم مثبت میشن. وقتی وارد ناحیه دوم میشیم سینوس همچنان بالای محور، بالا مثبت بود. قربونتون برم عزیزای دلم. کوسینوس اومده تو منفیا، کوسینوس منفی شد. تانژانت گفتیم چی؟ تقسیم این دوتاست دیگه. تقسیم این دوتاست. تقسیم این دوتا مثبت تقسیم بر منفی منفی میشه. تانژانت کوتانژانت هم همیشه با هم علامتن. همیشه با هم علامتن برای هر زاویه‌ای. منفی شدن جفتشون. سینوس و کوسینوس چی؟ سینوس اینجا منفی اومده پایین، کوسینوس هم اینجا منفی اومده اینور. تانژانت اینجا مثبته. چرا؟ منفی تقسیم بر منفی، منفی ضرب در منفی میشه مثبت. کوتانژانت هم
مثبت. تموم شد. و اما ناحیه آخر سینوس توی اینجا پایین منفیه، کوسینوس اومده این ور مثبته. باز دوباره تانژانت کوتانژانت همون قضیه همیشگی، مثبت تقسیم بر منفی منفی میشه. ناحیه اول همه مثبت شدن، ناحیه اول همه مثبت شدن، هر چی داشتیم مثبت شد. ناحیه دوم فقط سینوس مثبت شد، فقط سینوس تو ناحیه دوم مثبت شد. تو ناحیه سوم تانژانت کوتانژانت مثبت شدن، تو ناحیه سوم تانژانت کوتانژانت مثبت شدن و تو ناحیه چهارم کوسینوس مثبت شد. پس یه بار مرور کنیم. تو ناحیه اول همه مثبت بودن. تو ناحیه دوم سینوس فقط مثبت بود. تو ناحیه سوم تانژانت کوتانژانت مثبت شدن. تو ناحیه چهارم کوسینوس مثبت شد. ناحیه اول همه مثبتن. ناحیه دوم سینوس مثبته. ناحیه سوم تانژانت کوتانژانت مثبته. ناحیه چهارم کوسینوس مثبته. پس اینجا همه مثبت بودن، اونجا سینوس، اینجا تانژانت و اینجا کوسینوس. همه سینوس، تانژانت و کوتانژانت و کوسینوس. یک سرواژه باحال داره این. همه مثبتن اینجا. تو ناحیه اول همه مثبتن. تو ناحیه دوم که میریم فقط سینوس مثبته. تو ناحیه سوم که میایم تانژانت مثبته. ناحیه چهارم کوسینوس. هستک، بهش میگن هستک. همه تو ناحیه اول مثبتن. ناحیه دوم که میریم فقط سینوس مثبته. ناحیه سوم تانژانت کوتانژانت مثبته. ناحیه چهارم کوسینوس مثبته. بهش میگن فرمول هستک. همه مثبتن تو ناحیه اول، ناحیه دوم سینوس، ناحیه سوم تانژانت، ناحیه چهارم کوسینوس مثبته. خب بریم یه سری سوالای امتحان نهاییای مدارس تاپ شهر تهران رو با فرمول هستک جواب بدیم. میگه حدود زاویه تتا در صورتی که کوسینوس تتا بزرگتر از صفر باشه و سینوس تتا بزرگتر از صفر باشه رو مشخص کنید. کجاها کوسینوس تتا بزرگتر از صفره؟ هستک. اول تو جایی که همه مثبتن کوسینوس مثبته، سینوس تو ناحیه دوم مثبته، تو ناحیه سوم تانژانت کوتانژانت، تو ناحیه چهارم کوسینوس مثبته. پس ناحیه اول که همه مثبتن و ناحیه چهارم که کوسینوس مثبته، کوسینوس مثبته. پس فرمول مثبت چی شد؟ هستک. اینجا همه مثبتن، 1. 3 سینوس ناحیه دوم، ناحیه سوم تانژانت، ناحیه چهارم کوسینوس. هستک. بریم سراغ اون یکی. سینوس کجا مثبته؟ همه تو ناحیه اول مثبتن. پس تو همه ناحیه 1 مثبته. 3 سینوس تو ناحیه دوم هم مثبته، ولی تو ناحیه سوم فقط تانژانت مثبته، پس ربطی به سینوس ما نداره. و تو ناحیه چهارم کوسینوس مثبته، ربطی باز به سینوس نداره. پس کدوم ناحیه ها مثبتن؟ 1 و 2. اشتراک این دوتا چی شد؟ ناحیه 1 و 4 و ناحیه 1 و 2. پس اینا کدوم حدود زاویه رو نشون میدن؟ ناحیه اول از نقطه 0 تا 90 درجه. پس تتا تو امتحان اینو می‌نویسید، تتا هست بین 0 تا 90 درجه. و سلام. همین جواب خواسته بود ازمون. 25 صدام هم بیشتر نداره. گفته کجا مثبت؟ 0 تا 90 درجه. تموم شد. چه جوری؟ با هستک. تموم شد. مورد بعدی میگه حدود زاویه رو در صورتی که کوسینوس مثبت و سینوس منفی باشد مشخص کنید. تو ناحیه اول 0
90 180 270 و 360. حرکت 90 درجه. حرکت 90 درجه. این ناحیه اوله، ناحیه دومه، ناحیه سومه، ناحیه چهارم. خب 4 تا ناحیه مشخص شد. اینجا همه مثبت بودن. ناحیه دوم هستک، اینجا سینوس مثبت بود. هستک، اینجا تانژانت و کوتانژانت مثبت بودن. هستک، اینجا پس کوسینوس مثبته. هستک همه مثبتن. کوسینوس رو میخوایم الان تعیین کنیم. هستک همه مثبتن، پس ناحیه 1 هست. این ناحیه 1 هست، ناحیه 2 سینش. تش ناحیه 3، کش ناحیه 4. هست ناحیه 2 نیست، سینوس فقط مثبت تو ناحیه 2. تک تانژانت و کوتانژانت تو ناحیه 3 مثبتن. که کوسینوس تو ناحیه 4 مثبت. پس شد ناحیه اول و ناحیه 4 مثبته. برای بعدی بیا اینجا بعدی رو برات میام. 1 هست تک هست همه اینجا مثبتن، اما گفته کجاها منفی سینوس. گفته سینوس منفیه، پس جایی که مثبته اینجا هدف ما نیست. هست سینوس تو ناحیه دوم مثبته، پس بازم مد نظر ما نیست. هست تک تانژانت و کوتانژانت تو ناحیه سوم مثبتن، پس ناحیه سوم سینوس منفیه چون اسمش توی مثبتا نیست. هست تک که به معنای کوسینوس. کوسینوس تو ناحیه چهارم فقط مثبته. در نتیجه ناحیه سوم و چهارم، ناحیه سوم و چهارم اینجاست. مد نظر اینم ناحیه اول و چهارم اشتراکشون هم میشه ناحیه چهارم. گفته حدود زاویه رو مشخص کنید. ناحیه چهارم از 270 درجه شروع میشه تا 360 درجه. پس تو امتحان نهایی می‌نویسم تتا هست بین 270 تا 360 درجه. خب بریم بازم با هستک حل کنیم. میگه اگر سینوس ضرب در کوسینوس منفی باشه، اینجا ضربشون داده، در کدام یک از 4 ناحیه میتونن قرار بگیرن. ببین زاویه رو اول تعیین کنیم. 0 90 180 270 و 360. محورها این کوسینوس بود، این سینوس بود، چون آیش مثل این. اوکی. کجاها؟ ناحیه اول گفتیم چه داستانی پشتشه؟ ناحیه اول همه مثبتن، همه مثبت. ناحیه دوم چی مثبت؟ هست تک، هست سینوس مثبته. هست تک تانژانت مثبته. تو ناحیه سوم خب تو ناحیه چهارم هست تک کوسینوس مثبته. تمام. هست تک. حالا ضرب دو تا چیز منفی شده، پس یا باید این مثبت باشه این منفی، یا این منفی باشه این مثبت. پس حالت اول یا باید سینوس منفی باشه و کوسینوس مثبت باشه. چرا؟ چون باید ضرب یه منفی در مثبت میشه منفی دیگه. که چی؟ که ضرب کلیشون منفی باشه. سینوس کجا منفی میتونه باشه؟ هست تک ناحیه اول، ناحیه دوم سینشه، تش ناحیه سومه، 4 ناحیه چهارم که کوسینوسه. کجاها کوسینوس مثبته؟ اول بذار با دو تا رنگ متفاوت. اینو برای سینوس میذارم. خب همه اینجا مثبتن، سینوس باید منفی باشه، پس مد نظرمون نیست. هست تک سینوس اینجا مثبته، پس همچنان سینوس تو ناحیه دوم مد نظرمون نیست. هست تک تانژانت فقط تو ناحیه سوم مثبته و کوتانژانت، پس سینوس منفیه، اینجا مد نظرمون هست. هست تک که
کوسینوس فقط تو ناحیه چهارم مثبته، در نتیجه سینوس منفیه، مد نظرمون هست. حالا کجا میخوایم ببینیم کوسینوس مثبته؟ کوسینوس مثبته هست تک اینجاها مثبته، هست تک سینوس تو ناحیه دوم مثبته، پس کوسینوس منفیه، پس مد نظرمون نیست. ما جایی میخواستیم که کوسینوس مثبت باشه. هست تک تانژانت اینجا منفی شده، تانژانت اینجا فقط مثبته و کوتانژانت، در نتیجه اینجا منفیه. ما می‌خواستیم جایی پیدا کنیم که کوسینوس مثبت باشه. هست تک کوسینوس تو ناحیه چهارم مثبته. بعد جایی پیدا کنیم که هر دوتاشون تیک خورده باشن. دقیقاً میشه این نقطه. تو ناحیه چهارم هر دوتاشون تیک گرفتن. اما می‌بینی تو ناحیه سوم یکی ضرب در یکی تیک، ناحیه دوم یکی ضرب در دو تا ضرب در، ناحیه اول یکی ضرب در یکی تیک. خب پس کدوم ناحیه است؟ ناحیه چهارمه که این رابطه برقراره. 270 درجه تا 360. اما یه حالت دیگه هم داره. چی؟ این که سینوس این سری مثبت باشه و کوسینوس آلفا منفی. یعنی برعکس بشه. بازم ضربشون منفی میشه. بیا بریم مشخص کنیم. باز دوباره سینوس رو من با رنگ سبز کم رنگ نشون میدم. هست تک اینجا همه مثبتن، تیک میخوره. هست تک سینوس تو ناحیه دوم مثبت. بذار من اینا رو مشخص کنم. ناحیه اول ه بود، همه مثبتن. ناحیه دوم سینوس مثبت، ناحیه سوم تانژانت کوتانژانت، ناحیه چهارم کوسینوس. هست تک همه مثبتن. سینوس تو ناحیه دوم مثبته، ما هم میخوایم مثبت باشه، تیک میخوره. هست تک تانژانت کوتانژانت تو ناحیه سوم مثبتن و سینوس منفیه، مد نظر ما نیست. هست تک کوسینوس فقط تو ناحیه چهارم مثبته، پس مد نظر ما نیست. شما میخواستیم سینوس مثبت باشه. حالا بریم سراغ کوسینوس، با این رنگ نشونش میدیم. همه مثبتن اینجا، در نتیجه تو ناحیه اول مد نظر نیست، چون میخوایم کوسینوس منفی باشه. هست تک فقط سینوس تو ناحیه دوم مثبته، در نتیجه کوسینوس منفیه، ما میخواستیم کوسینوس منفی باشه، پس درسته. هست تک ت دو نقطه ت مثبته، تانژانت و کوتانژانت مثبتن، در نتیجه کوسینوس منفیه. تو ناحیه چهارم کوسینوس مثبته، در نتیجه ما نمیخوایم کوسینوس مثبت باشه، میخوایم منفی باشه. تو کدوم ناحیه هستش که هر دو تاشون تیک خوردن؟ تو ناحیه دوم هست که هر دو تا تیک خوردن. ناحیه سوم و چهارم رو نگاه کنید، هیچ کدوم دو تا تیک نخوردن. پس یا آلفا باید تو ناحیه چهارم باشه، یعنی بین 270 تا 360، یا باید تو ناحیه دوم باشه، یعنی 90 تا 180. یعنی اگر قرار باشه تشریحی بنویسیم به این شکل می‌نویسیم. بریم پایین‌تر. یا باید آلفا بین 90 تا 180 باشه، ناحیه دوم. حالت دوم این پایینی اتفاق افتاد. ناحیه دوم دقیقا حالت ناحیه دوم مال پایینی است. بالای ناحیه چهارم بود، 270 تا 360. خب بازم هستک تانژانت و سینوس رو این دفعه میخوایم ببینیم کجا هم علامت باشن که در یک ربع قرار بگیرن. میگه هم علامتن تانژانت. هستک آقا، هستک همه تو ناحیه اول هم علامتن، همه مثبتن. هستک تو ناحیه دوم سینوس مثبته. تو ناحیه سوم هست تک تانژانت و کوتانژانت مثبتن. تو ناحیه چهارم هست تک کوسینوس مثبته. هم علامت باشن، یعنی باید یا هر دو مثبت باشن یا هر دو منفی. اوکی، توی ناحیه اول همه مثبتن، پس مد نظرمونه. تو ناحیه دوم سینوس مثبته فقط، یعنی سینوس مثبته ولی تانژانت منفیه، پس مد نظرمون نیست. ناحیه دوم. ناحیه سوم هست تک تانژانت
و کوتانژانت مثبتن، یعنی تانژانت کوتانژانت مثبتن تو ناحیه سوم، ولی سینوس ما منفیه چون اسمش توی سرواژه‌مون نیست. هستک کوسینوس تو ناحیه چهارم مثبته، در نتیجه سینوس و تانژانت پس منفیان چون اسمشون اینجا نیومده دیگه. پس ناحیه اول و چهارم، پس کدوم ربع گفته می‌نویسیم ربع اول و چهارم، هر کدومش 25 صدم یا کلا 25 صدم. پس همه مثبتن و ناحیه چهارم چون فقط کوسینوس مثبته، سینوس و تانژانت هر دو منفی هستن. هستک اینو تو ذهنتون داشته باشید. خب دیگه اینا تکراری میشه، اینا دیگه مشابهش رو حل کردیم. عین همونی که بزرگتر از صفر بود یا کوچیکتر از صفر بود، هیچ فرقی نداره ضرب دوتا. در مورد پایینیش اینو بگم، پایینیش خیلی ساده است چون سینوس به توان دو هر عدد یه عدد دیگه، این هر عددی به توان دو یه ویژگی داره مثبته. در نتیجه فقط باید جایی که کوتانژانت منفیه رو پیدا کنیم. کجا کوتانژانت منفیه؟ هستک تو ناحیه اول همه مثبتن پس نیست. هستک تو ناحیه دوم فقط سینوس مثبته پس مد نظر هست ناحیه دوم. هستک تو ناحیه سوم تانژانت کوتانژانت مثبتن پس مد نظر نیست چون هستک تش میگه تانژانت کوتانژانت تو ناحیه سوم مثبتن. هستک تو ناحیه 4 کوسینوس مثبته، در نتیجه تانژانت کوتانژانت منفیان پس میشه ناحیه دوم و چهارم که کوتانژانت منفی کل عبارت رو منفی میکنه. در هر حالت زیر انتهای کمان x در کدام یک از ناحیه‌های دایره مثلثاتی میتواند باشد. عین همونه، هیچ فرق اصلا همونه. دو تا اسلاید افتاده. خب اینم بگذریم، وقت تنگ است. بریم مرور بکنیم رو قدر مطلق بچه‌ها. یه مروری روی قدر مطلق داشته باشیم از نهممون. قدر مطلق یک چیزیه که اگر یه چیزی بهش میدیم، اگر اون چیزه بزرگتر از صفر باشه یا همون مثبت خودمون، خب چه اتفاقی میفته؟ میگه من همونو به عینه بهت پس میدم. اوکی؟ همونو به عینه بهت پس میدم. حالا اگر اون چیزه کوچیکتر از صفر باشه، میان چیکار میکنم؟ منفی رو بهت پس میدم. اوکی؟ منفی رو بهت پس میدم. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید من 4 رو به این دادم، میذارم داخل قدر مطلق. 4 عددی مثبت بزرگتر از صفر، خودش رو پس میده. اما اگه منهای 4 رو بهش بدم، خب منهای 4 رو دادم بهش، منهای 4 یه عدد منفیه، یک منفی میذاره پشتش و به من پس میده. منفی در منفی هم میشه مثبت. اوکی؟ پس یعنی مثلا فرض کن من 12 رو بهش بدم، خب منفی 12، منفی 12 از صفر کوچیکتره، منفیه. پس یه منفی میذاره پشت منهای 12 به من تحویل میده. میشه چی؟ منفی در منفی مثبت 12 شد. حالا فرض کن من یه سینوسی بهش بدم، یک سینوس آلفایی، و این سینوس کوچیکتر از صفر باشه، نتیجه میدهد قدر مطلق سینوس آلفای ما در اصل چون این کوچیکتر از صفره، چی رو پس بده؟ منهای سینوس آلفا رو پس بده. حالا فرض کن من یک سینوسی بهش میدم با این پیش‌فرض که سینوس آلفا من بزرگتر از صفره. اوکی؟ چه اتفاقی میفته؟ سینوس آلفا من بزرگتر از صفره، در نتیجه قدر مطلق سینوس آلفا میشه چی؟ میشه خود سینوس آلفا. تموم شد. اوکی؟ به همین ترتیب اگر مثبت باشه عددی که بهش میدیم خودشو پس میده، اگه منفی باشه معکوسش میکنه، قرینش میکنه، پس میده. پس اگر خودشو پس داده به ما،
قدر مطلق یک چیز دقیقا شده خود همون چیز. نتیجه میداد اون چیزه داستانش چیه؟ 2 تا اسلاید قبل اون چیزه مثبت بوده که قدر مطلقش شده خودش، اون چیزه مثبت بوده، در نتیجه سینوس آلفا هم توی این رابطه مثبت. اوکی، سینوس آلفا اینجا مثبت. سینوس کجا مثبت بود؟ این محور سینوسا بود دیگه. آی مثل خط صافه. اینجاها سینوسا مثبت بودن همه. ناحیه اول و دوم. ناحیه اول و دوم. بریم بعدی. دوباره قدر مطلق یک چیز شده منفی اون چیز. قدر مطلق یه چیزی شده این سری منفی اون چیز. نتیجه میداد اون چیز ما چیه؟ کوچیکتر از صفر بوده که منفی گرفته. مثال داشتیم عدد منفی میدیم کوچیکتر از صفر، منفی میذاره پشتش به ما پس میده. منفی میذاره پشتش به ما پس میده. در نتیجه سینوس آلفا منفی بوده. کجاها سینوس منفیه؟ سینوس گفتیم این محور دیگه، چون اینجوری. کجاها سینوس منفیه؟ اینجا. تمام. کوسینوس مثبته. قدر مطلق یک چیز مساوی با خودش شده. نتیجه میداد اون چیزه مثبته. در نتیجه کوسینوس آلفا اینجا مثبته. توی محور کوسینوس ها میدونیم چه از فرمول هستک بخوای بیای بگی، میگی همه اینجا مثبتن، هستک سینوس فقط اینجا مثبت، پس کوسینوس منفیه، تانژانت کوتانژانت فقط اینجا مثبتن، در نتیجه کوسینوس منفیه، هستک کوسینوس اینجا مثبته. که کوسینوسه اینجا مثبت. چه از رابطه معمولی که آقا کوسینوس گفتیم اینور کوسینوس های ما مثبتن، سینوس ها رو به بالا مثبتن، کوسینوس ها اینور مثبتن، میان اینور منفی میشن. از هر دو تا رابطه باز همین نتیجه رو میگیری که یا تو ناحیه اول یا تو ناحیه چهارم کوسینوس. و کوسینوس شده قدر مطلق یک چیز که اینجا کوسینوسه شده منهای اون چیز. نتیجه میداد اون چیزه منفیه. کوسینوس منفیه. کوسینوس کجاها منفیه؟ این محور کوسینوس هاست. چه از فرمول هستک بخوای همه اینجا مثبتن، پس کوسینوس هم مثبته. ت تانژانت هست سه سینوس فقط اینجا مثبته، در نتیجه کوسینوس اینجا منفیه. ت تانژانت و کوتانژانت اینجا مثبتن، در نتیجه اینجا منفی کوسینوس، ولی اینجا مثبت چون کوسینوس مثبته. همه آن چیزی که باید بدونید رو برای حل سوال کنکور میدونید الان. این مقاله که تو پست قبلی بهش اشاره کردم یادتون میاد؟